برای همین با یک وقت خوش از نزد دوستا بیرون آمدیم تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. آخران سوال است، من جواب میتیم ان شاءالله. احمد شاه مسعود میگه که چرا امروز وقتی شما خیلی خوش است میخندید، راننده رو نگاه کرده یگان بهبودی باشد گپ زنید ما هم خوشحال شویم، به خدا مردیم از ذکر. احمد شاه مسعود و دیگه دوستایی که زیق هستید، ما امروز در مهمانی برادرای شهر رامینسک بودیم. باور کنید در یک معرکه خیر بودیم، دوستا ما را دعوت کردن، بسیار احترام دارن. من از دوستای رامینسکی بسیار تشکر میکنم، دائم در معرکه‌شون ما را دعوت میکنن. ما رفتیم جمعی از دوستای خودمون رو دادیم، حدوداً 200-300 نفر برادرای تاجیک جمع آمده بودن در یک خانه بسیار با شکوه، با شهامت. و وقتی این جمع دوستا را، جمع تاجیک‌ها را میبینی، راستی دلت باز میشه، دلت گشاده میشود و دیگه خیال میکنی که واقعا در وطن هستی، در تاجیکستان هستی. برای همین با یک وقت خوش از نزد دوستا بیرون آمدیم تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. و خند در پهلوی، در کنار این گونه دوستا بودن خودش یک سعادت است، خودش یک خوشبختی است. من بسیار میفخرم که همین گونه دوستا داریم، دوستای ما اتحاد دارن در شهر رامینسک و دائم میریم میبینیم. سبب خوشحالی و خرسندی ما هم همین بود که اهل علم و قرای قرآن، حافظای قرآن و دوستای خودمان در شهر رامینسک زیارت کردیم و از زیارت اونا استفاده بردیم، از علم اونا استفاده بردیم و شاید گمان میکنم اونا هم از تشریف ما استفاده بردن. به هر حال بسیار یک خوشحال بود، به همین خاطر خوشحال بودیم عزیزا. بسیار معذرت میخوام که دوستا را دیگه زیاد نمیتونیم معطل کنیم، حدودا 1 ساعت 20 دقیقه در خدمت بودیم. ان شاء الله روز پنجشنبه زنگای تلفنی هم کلا زنگای تلفنی میگیریم. تا روز پنجشنبه شما را در امان و در حفظ خدا میسپارم. خدا یاری و یاور شما.